اینو به ظرف قاطع میگم خدمت شما. حضرت آقا اولین رهبر انقلابی قرن 20 که بعد از رهبر بنیانگذار به هیچ وجه اراده نکرد خودش رو از زیر سایه رهبر بنیانگذار بیرون بیاره. شما انقلاب اکتبر روسیه رو ببینید، قبلترش که میاد انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه بعد از اینکه انقلاب به ثمر رسید تقریبا تمام رهبران انقلاب رفتن زیر گیوتین. روبسپیر خودش همه رو فرستاد زیر گیوتین، در نهایت خودش هم رفت زیر گیوتین، یعنی خودشون زیر پای هم دیگه رو خالی کرد. 100 خورده سال بعدش انقلاب اکتبر روسیه، 150 سال بعدش رهبر انقلاب کی بود؟ رهبر انقلاب لنین بود. لنین شد رهبر انقلاب 1917 تا 1924 اگر اشتباه نکنم رهبر انقلابه که از دنیا میره. رهبر دوم کیه؟ رهبر دوم استالینه. استالین وقتی رهبر شد تا اواخر دهه 20 پاکسازی کرد، تمام نسل اول انقلاب رو همه رو حذف کرد. استالین یه جوری رهبری کرد که لنین عملاً فراموش شد و یک کیش شخصیتی از استالین درست شد که کسی دیگه جرئت نمی‌کرد از لنین اسم بیاره. همه چیز شده بود استالین. عملاً استالین خودش از زیر سایه رهبری لنین کشید بیرون. انقلاب بعدی، انقلاب چین بعد از جنگ دوم جهانی. رهبر انقلاب کیه؟ مائوه. تقریباً 30 سال رهبره. میاد تا سال 1976. 1976 مائو میمیره. رهبر بعدی کیه؟ 2 سال بعد از مائو اون نفر اصلی میاد. کیه؟ دنگ شیائوپینگ که به عنوان چهره عملگرای حزب کمونیست میشناختنش. دنگ شیائوپینگ وقتی اومد تو دهه 80 کامل مائوزودایی کرد. یه کاری کرد همه مائو فراموششون شد. مائویی که مثلا تو دهه 70 آخرش دیگه آخر عمرش بحث انقلاب فرهنگی رو انداخته بود که یه پاکسازی کرد تو درون حزب، با مرگش همین رو متوقف شد. الان دیگه هیچکس مائو رو در چین نمیشناسه. نه اینکه اسمی ازش نیست، اسمی ازش هست ولی نه تفکرش زنده است، نه خط سیاسیش مشخصه، نه مکتب و ایدئولوژیشه. یه نمونه خیلی برجسته ترش مصر، جمال عبدالناصر. درسته حرکت جمال عبدالناصر انقلاب به معنی واقعی نبود، کودتا بود. 1952 کودتای افسران آزاد. 1954 تا 1970 16 سال رئیس جمهور مصر. تو این برهه نه فقط رهبر انقلاب مصر، رهبر جهان عربه به یه معنایی. تشییع جنازه که سال 1970 براش برگزار شد، اگر دیدید فیلماشو، تا قبل از رحلت حضرت امام بزرگترین تشییع جنازه حداقل تو منطقه غرب آسیاست. بعد از ناصر کی رهبر مصر میشه؟ کی رئیس جمهور میشه؟ محمد انور سادات. انور سادات از همون ابتدا بنا میذاره رو ناصر زدایی که بعدها اصلا پیروان ناصر معروف میشن دیگه، ناصریست ها میگن. در صورتی که قاعده اینه که اولین ناصریست خود سادات باشه، ولی با رویه‌ای که سادات پیش میگیره یه جریان مخالف سادات چه میشه به نام ناصریست ها. اگر ناصر زدایی نکرده بود اصلا کمپ دیوید اتفاق نمیافتاد. کمپ دیوید محصول ناصر زدایی بود در مصر. پس بنابراین ببینید استالین بعد از لنین، دنگ شیائوپینگ بعد از مائو، سادات بعد از ناصر، تمام رهبرانی که رهبر دومی که در هر انقلابی اومده خوش از زیر سایه رهبر اول کشید بیرون. تنها انقلابی که در دوره مدرن از انقلاب فرانسه به این طرف رهبر دوم نه تنها از زیر سایه رهبر اول بیرون نکشید، بلکه سعی کرد در زیر اون سایه باشه و اون سایه رو حفظ بکنه. شما فقط در ایران می‌بینید. اونم شخص حضرت آقاست. اگر اسمی از امام باقی مونده، یادی از امام باقی مونده، تفکر امام هنوز زنده است، به نظر من اولا و به ذات عامل اصلیش خود حضرت آقاست.